امروز اومدیم پروژه پاسداران که یه واحد 400 متریه به حالت تریپلکس ساخته شده و قراره کلش رو با هم دیگه ببینیم. این پروژه یه زمین خیلی خیلی کوچیک توی پاسداران داشت. من ناظر این پروژه بودم و طراحش نبودم. زمین این پروژه 5 متر برداشت و 20 متر عمقش بود. این ابعاد زمین انقدر کوچیکه که نمیشه راه پله درست زد، نمیشه آسانسور درست زد، نمیشه پارکینگ تامین کرد و کلا خیلی زمین کوچیکه و خیلی مشکل طراحی کردنش و استفاده ازش. حالا برای اینکه این مشکل رفع بشه، طراح به جای اینکه بیاد چند تا واحد جداگونه برای این آپارتمان طراحی کنه، اومد کلا به عنوان یک واحد تریپلکس 3 تا طبقه با هم در اختیار یک واحد طراحی کرده. خب حالا میخوایم دونه دونه طبقاتش رو با هم دیگه پیش بریم ببینیم و من براتون توضیح بدم که به چه صورته. اینجا کلا یه دونه پارکینگ براش تامین شده و زیر زمین نداره. پارکینگ توی همکف هستش، یه پارکینگ اصلی داره و یه پارکینگ مزاحم. که میبینید نماشو اومده از سنگ سفید استفاده کرده و یه سری فلاشینگ های مشکی. فلاشینگ به این خط لب پنجره گفته میشه و فلاور باکس های مشکی که اومده جلوی تراس هاش کار کرده. سقف تراس ها همونطوری که مشخصه چوب کار شده و کلا توی متریال خیلی شلوغ کاری نکرده. یه انتخاب مدرنی داشته که به نظر منم انتخاب خوبیه. برای دسترسی به طبقه اول مسکونی احتیاج هستش که ما از راه پله بریم بالا. میگم به خاطر ابعاد کوچیک اصلا آسانسور برای پروژه طراحی نشد. جا میرسیم به طبقه اول مسکونی. توی این طبقه تیوی روم، ناهارخوری و آشپزخونه طراحی شده. ببینید با وجود اینکه ابعاد زمین خیلی خیلی کوچیکه، چیزی که ما توی این فضا میبینیم واقعا خوب طراحی شده. واقعا طراحی نشسته. یعنی یه زمین باشه 500 متر باشه، یک واحد 500 متری باشه، اما انقدر بد طراحی شده شما اصلا اون متراژ به چشمتون نمیاد. ولی به نظر من اینجا با توجه به بر کم زمین خیلی خوب طراحی شده. اینجا که ما پله های دوبلکس رو داریم، از این طبقه ما با این پله های گرد میتونیم وارد طبقات بعدی بشیم. اینجا زیرساخت یه بالابر رو هم زدن که من سر همین موضوع بهشون گیر دادم چون بالابر توی نقشه هاشون نبوده. اینجا میز تیوی رو طراحی کردم براشون که من باز با جزئیات بهتون نشون میدم که چه طرحی براش انتخاب کردن. جلوتر اینجا رو ببینید، یک فضای خیلی کوچیک و در واقع بیزگولی به عنوان ناهارخوری و اینجا آشپزخونه رو داریم. حالا یا واقعا مالکش کسی بوده که حالا به طراح اجازه داده یه کوچولو کار خاص تو پروژهش استفاده کنه. اونش از رنگ مشکی استفاده کرده. خب این خیلی انتخاب خوبیه. معمولا آدما خیلی میترسن که بخوان حالا توی آشپزخونه از رنگ مشکی استفاده کنن یا کلا از رنگ بخوان استفاده کنن توی آشپزخونه. معمولا همه میترسن، اما خب این کارفرما این ریسکو کرده و واقعا نتیجه به نظر من خیلی جالبه. نورپردازی رو نگاه بکنید. اینجا ما هیچ چیزی به عنوان لوستر آویز نداریم. در واقع توی طرح خود ساختمون، توی طرح خود این بنا به عنوان اینتریور دیزاینش همینطور که میبینید نورهای خطی طراحی شده. به این نورای کشویی نمایشگاهی هم میگیم. خب تو پروژه های مسکونی مدرن هم خیلی استفاده میشه. آشپزخونه همینطوری که مشخصه همه چیزش تو کار. یخچال تو کار، ظرفشویی تو کار. شما رخ تجهیزات آشپزخونه رو نمیبینید. خب این یک اتفاقیه که تو پروژه های خیلی گرون میفته. حالا اینجا خیلی پروژه لوکسی نیست که بهتون بگم مثلا آپارتمان های فرشته است، اما در مقیاس خودش اومده یه کار خیلی گرونی رو انجام داده. حالا اینجا توی پذیرایش یه سری نورایی داشت که این نورا به عنوان نورای بکلایت، یعنی همونطوری که میبینید دیوارش انگار چند لایه است، توی لایه زیری نور کار شده. خب این کار کردن نور خیلی جذابه، خیلی باحاله. من مخالفش نیستم. من فقط یکم با این سیستمایی که چشمی داره بعد نورش با چشمی روشن میشه یکم مشکل دارم. به نظرم دیگه لوس میشه مبحث. مثلا هر جای میری نور اون قسمت روشن میشه. از نظر خیلی‌ها جالب باشه و بگن نه بابا چه ایرادی داره، خیلی هم خوبه و این حرفا، ولی من سلیقه شخصی می نیست. توی هیچ پروژه‌ای هم استفاده نمی‌کنم از نور چشمی دار، چون هی روشن خاموش شدنش عصبی میکنه. جا کانتر آشپزخونه رو ببینید. حالا یک کانتر 2 لوله طراحی شده که زیرش هم قابل استفاده است. همیشه به عنوان صبونه خوری باشه، هم حالا فضای کار برای آشپز. دیوار پشت مبلا رو می‌بینید، دیوار شیاری طراحی شده. اینا حالا یه سری گچکاریه. بهتون تو ویدیوهای قبلی هم نشون دادم. اینو با گچکاری، با MDF،
با یه سری رولای دیگه با همه چی میشه اجراش کرد و کلا چیز خوبیه، بد نیست برای کسایی که حالا خیلی دنبال دکور مینیمال نیستن، چون دکور مینیمال به هر حال بخوایم یا نخوایم اما کمی هستن که سلیقه مینیمال داشته باشن. برای اینکه حالا یه کوچولو پروژه شلوغکاری داشته باشه، چاشنی داشته باشه، اینجور دیوارای شیاری هم برای بک تیوی هم حالا توی هال و پذیرایی انتخاب بدی نیست. دیوار تیوی رو ببینین، اولا دوباره نورپردازیشو نگاه کنین که یه لاین مشکی خطی کار شده، توش یه سری نورهای باز خطی و یک سری نورهای نقطه‌ای هستش که این نورها قابل جابجایی هم هستن. معمولا شما اگر فروشگاه برین، شوروم برین، این مدل نورها خیلی اونجا هست. استفادهش توی مسکن جرأت و جسارت میخواد. ما خودمون توی خیلی پروژه استفاده میکنیم، به نظر من خیلی جذابه. معمولا آدما ترجیح میدن که لوسر آویزون بشه از خونه‌شون. این واقعا سلیقه‌ای. خب دیوار بک تیوی رو نگاه کنین، اومده از سنگ یه تیکه لاشوتور استفاده کرده. سنگ مشکی هر جا دیدین تقریبا تو 90% مواقع سنگ لاشوتور هستش. سنگ لاشوتور سنگ گرونیه، به خصوص این حالتی که کل این فضا یک تیکه است. فکر میکنم ابعاد 2 در نزدیک 3 اینطورا داشته باشه که این حالت وقتی سنگ یه تیکه کار میکنن معمولا حمل و نقلش خیلی داستان میشه و این سنگ رو هم حمل و نقلش با جرثقیل از طریق پنجره وارد خونه شده. یعنی اینطوری نیست که از راه پله بتونن اینو دور بچرخونن، چون ابعادش خیلی بزرگه و آسیب پذیر و خراب میشه، از پنجره با جرثقیل میارنش تو. حالا خب سلیقه‌شون بوده دیگه، دوست داشتن که این سنگ به عنوان یه نمادی که حالا این پروژه خیلی لوکسه یا خیلی از متریال خاصی توش کار شده خواستن نشونش بدن. من اینجا لینک یکی از بازدیدهایی که فرشته داشتم براتون میذارم، اون خونه رو ببینید. من واقعا اون پروژه رو به عنوان یک پروژه خیلی خیلی لوکس و مدرن بهتون معرفیش میکنم که حتما ببینیدش. یا میگم در نوع و مقیاس خودش پروژه بدی نیست. وان میز تیوی هم اومده با MDF و سنگ براشون طراحی کرده. من میز تیوی هر چقدر طویل‌تر یعنی طولانی‌تر باشه فضا رو همگون‌تر نشون میده. جا دقیقاً در راستای همون سنگی که کار کرده اومده میز تیوی رو هم کار کرده. ترکیب بندی خوبی شده، از حق نگذریم، ترکیب بندیش جالبه. خب اینجا یه سرویس بهداشتی هم توی این طبقه داشتن، خاطر اینکه اینجا فضاش خیلی کوچیکه. از اون طرف پله دوبلکس رو گرد کار کردن، فضای پرت زیاد دارن و این سرویس واقعا ابعادش هم خیلی کوچیک و ناجوره و اتفاق خاصی نتونستن توی سرویس کار کنن. فقط درا رو نگاه کنید، من به جزئیات نگاه کنید. الان در ببینید، مدل و دستگیره درش خیلی خوبه، اونجوری مینیماله، خیلی ساده باشه، خیلی شلوغ پلوغه. درهای مینیمال من عکسشو براتون میذارم. یه حالتی داره که ما مثلا بهشون میگیم درهای فریملس که اصلا کلا تو هیچی از در نمیبینی، فقط یک خط نازک. خودم همیشه انتخاب اول و آخرم درهای فریملس هستن، اما خب اما معمولا خیلی نمیپسندن. این در ببینید یه شیار ساده روش داره، رنگ مشکی داره که خب باز این خودش داره جسارت کارفرما رو نشون میده و دستگیرش هم باز یه دستگیره ساده کیوب. اینجا از پله‌های دوبلکس وارد طبقه بعدی میشی، پات روی هر پله میذاری نور زیرش روشن میشه. میگم چیزی که ممکنه خیلی دوست داشته باشن ولی من خودم خیلی سلیقه‌ام نیست که هی نورا خاموش روشن بشن، اذیتم میکنه. اینجا سنگ مشکی داریم. سنگ مشکی گفتیم چیه؟ سنگ لاشوتور. اینجا 2 تا اتاق خواب کار شده، اتاق خواب سمت راست و یه دونه اتاق خواب روبرو. حالا اتاق سمت راستی رو ما اینجا نتونستیم بازدید کنیم چون که انگار دخترشون اونجا بود و میگفتن که خوابیده. این اتاق روبرویی رو بهتون نشون بدم، نگاه کنید. از بد به ورود جا قسمت کمد دیواری رو داریم که باز رنگ مشکی کار شده، درها شیاری، دستگیره‌شو نگاه کنید، یه دستگیره مینیمال ساده که خیلی جذابه. یه راهرو داره و مستقیم ما وارد اتاق میشیم. ایجاد کردن یک راهرو در ابتدای اتاق خیلی کار مثبت و درستیه، چون باعث میشه شما وقتی در اتاق باز میشه کل اتاق رو نبینید. در واقع اون راهرو داره سلسله مراتب ایجاد میکنه برای اون اتاق. اینجا رو نگاه کنید، روی دیوارش یه نور بکلایت، یه نور مخفی گذاشته که بد نیست دیگه. یکم به نظر من شلوغ کاریه. من خودم اگر باشم خیلی مال اینکه حالا روی دیوار اتاق خوابم هم اتاق خواب مستر اصلی نیستش، اتاق مثلا یکی از بچه‌هاشونه، باز بکلایت بزنم خیلی موافقش نیستم. اینجا فول شیشه است و یک تراس اون گوشه داره. همونطوری که میبینید گوشش مستقیم و چارگوش نیست، گوشش فیلت شده، یعنی گرد طراحی شده.
حالا این توی اجرا داستان داشت که میخواستن کار کنن هر شیشه نیست و یک شیشه معمولی نیست، شیشه‌ایه که خم داره و خب این جزء رکناییه که نشون میده این پروژه مثلا پروژه لوکس و گرونیه. دوباره سقفش رو ببینید، اومده نورهای خطی و نقطه‌ای کار کرده، نور مخفی کار کرده. اینجا برای پرده جا پرده‌ای زده، یعنی یک فضایی باشه که حالا پرده و اون تاسیسات اصلیش بره زیر سقف هاید بشه. اینم همون نور خطی که بهتون گفتم. پنجره قدی داریم اینجا. تراسش برای اون یکی اتاق خواب میفته که ما نتونستیم ببینیم. اینجا هم سرویس بهداشتی همین اتاق خوابه که میگم باز انقدر اینجا مثلا فضاش کوچیک بوده، ناچار بودن که سرویس ها رو خیلی کوچیک و در حالت مینیمم ترین سایز ممکن کارش کردن. روشویی و دوش و توالت فرنگیش رو میبینید که روی سرامیکاش انتخاب خاصی نداشتم، همینجوری خیلی ساده. برای از پله‌های گرد بریم طبقه بالا ببینیم بالا چه خبره. حال کوچیک یعنی یه حال خصوصی، اینکه حالا مثلا بچه‌ها بخوان دور هم حالا یه فیلمی تماشا کنن، گپی بزنن، فضای کاملا خصوصیه. یعنی مثلا مهمونای معمولی رو اینجا نمیارن احتمالاً. باز ما توی سقف نورهای خطی رو میبینیم. روبرو تراس رو داریم و اتاق خواب اصلی. حالا چون که این پروژه هنوز پایان کار نگرفته، هنوز یه سری کاراش مونده، این بنده خدا هنوز مبرمان نکردن اتاق خواب اصلیشون رو و میبینید مثلا دو تا فرش قرمز و یه دونه جانمازه چیه اونجا هستش و اتفاق خاصی هنوز نیافتاده. یا همینجا دیوارش رو ببینید، اومده یه حرکت خیلی کوچیکی روی دیوارش کار کرده و دوباره نور بکلایت بهش داده. میگم من سلیقه خودم توی اتاق خواب اینه که دیوارا رو ساده بزنم. از پروژه ها مبلمان فیکس طراحی میکنیم، یعنی یه میز آرایشی که فیکس کار شده روی دیوار، یا میز مطالعه یا تخت خواب. یه ویدیوی اتاق خواب براتون راجع به هدوال، یعنی دیواری که تاج تخت قرار میگیره صحبت کردم. با کمداش قبل از ورود به حموم هستش. 3 تا اتاق خواب داره و هر 3 تا اتاق خواب حموم مخصوص به خودشونو دارن. در، چارچوب، دستگیره در، رنگش، اینا رو خوب نگاه کنین. اینجا حالا خیلی ولخرجی کرده، یعنی منظورم دست و دلبازی کرده و حمومش یه کوچولو بزرگتر گذاشته چون حالا حموم اصلیشه، ولی بازم در این حال کوچیکه. وان گذاشته. خب ما وانو مثلا توی پروژه‌ای که خیلی بزرگتره استفاده می‌کنیم وان گذاشته، ولی همونطوری که می‌بینید سرامیکای دیوارا اتفاق خاص نیفتاده. یه سرامیک توسی ساده است، روشویی ساده، فرنگی ساده. هیچ اتفاق خاصی اینجا نیستش که بخوام براتون توضیح بدم. ببینید اتاق خوابش باز گوشش شیشه گرده، یعنی همونطوری که باز طبقه پایین بود بهتون گفتم تراس داره. شهر خواسته که گرد کار کنه. این باز از نکات خاص این پروژه است. پنجره‌ها همه قدیه. تراسش هم خیلی بزرگ نیست، ولی خب در اندازه و نوع خودش خوبه. همون سنگ سفیدی که بهتون گفتم باز توی دیوارها کار شده. اینجا به عنوان جام پناه تراس میبینید یک فلاور باکس کار شده که حالا باز من از اینجا هم یه ایراد گرفتم، این شیار این فاصله زیاده. موضوع جام پناه میگیم فاصله هیچ عنصری از اون یکی نباید از 11 سانتی متر بیشتر باشه، چون سر بچه 11 سانته ممکنه که توی فضاهایی که بزرگتر باشه گیر کنه سر بچه. یه کلیتی از پروژه پاسداران بود، پروژه‌ای که حالا نمیشه گفت خیلی لوکس و خاص ساخته شده، نه پروژه‌ایه که اصلا پروژه‌های عادی شهر باشه. معمولا توی شهر می‌بینیم که هر واحد آپارتمانی ما میریم ببینیم یه پارکینگی داره، بعد مثلا طبقه اول حالا یک واحد یا 2 واحد زندگی کنن، طبقه دوم مثلا یه واحد دیگه و حالا اون شکل معمول پروژه است. این پروژه حالا اومده بود به حالت تریپلکس طراحی شده و ساخته شده بود به خاطر ابعاد کوچیکی که زمینش داشت، یعنی ناچار بودن که این کارو بکنن. من خودم تور آپارتمان و تور واحدهای مسکونی یکی از حوزه‌های خیلی خیلی علاقه‌مندیمه. دوست دارم واحدهای مسکونی مختلف رو به شما هم نشون بدم. باز لینک همون پروژه فرشتم براتون میذارم، حتما اونم دوباره ببینید. اگر این مدل ویدیوها رو دوست دارین، یعنی دوست دارین پروژه‌های لوکس رو ببینین، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید. من سعی می‌کنم که پروژه خودم بود یا پروژه دوستان بود که رفت و آمد داشتم حتما براتون ویدیو بگیرم. بعد از این تورای آپارتمان زیادی رو با هم دیگه داشته باشیم. مرسی که توی این ویدیو هم همراهم بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین. همین دیگه، وقتتون رو نمیگیرم. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.